یک بچه یک دختر کو ماشاءالله الله متعال. نامکشون چی موندی؟ نامکش حال ما خبرم نداریم در وطن است، در اونجا طرف انخوی است، خانه اونجا است، اینجا مسافر هستیم، ما چی دروغ بگوییم ما؟ یعنی هیچ پرسان هم نکردی که نام بچه و دختر بگه ای خدا این وصل را اجران مکن، سرخوشان عشق را نالان مکن، باغ دل را تازه و سرسبز دار. و اینی را بچه یکتان بتین 500 روان کنین. تشکر. و اینی 1,500 دیگر را شما چی کنین؟ یک توفی عدیه بسیار خوب بخرین روان کنین بعد فلکایتان. صحیح است؟ صحیح. یک بایسکلک روان میکنیم. بایسکلک از طرف کاکاش. چال دارین خوب هستین؟ شکر جور باشین بخیر باشین. شما خوب هستین؟ شکر آرام باشین بخیر باشین. چه خوب مقبول هر رنگ کوزه کاپ هست. آها دیگه چطور کنیم کار از غریبی است دیگه اون همونطور برادر. میگم نه؟ بله. دانی چند میفروشین؟ دانه 40 لپه. 40 لپه؟ روز چند تا میفروشین وقت؟ معلوم نیست گونه یگار روز یک هفتم یک تانه پروخته نمیتونیم. اون یگار روز اون 5 تا 6 تا 10 تا میفروشیم میره چیزی گفته نمیتونیم. اینطور وقتا میشه در یک هفتم یک دانه نمیفروشیم. بله. و روز چند دانه میفروشین؟ روز اون یک تا دو تا. یک تا دو تا. خب چند نفر هستین در خانه باز؟ 6 نفر. میشه مشکلاتتان حل؟ نه دیگه اون قرضدار اوگار از کرای خانه قرضدار هستیم همیشه روز برادر از خانه کشیده رایستین 2 ماه میشه برادر جان. چند کرای میتین به خانه؟ 30,000 ماه 2 ماه 6,000 روپیه. این دمای رمضان برادر جان خانم معامله‌دار بود اون زیادتایش دم دکتر داشت به خانه بستر کردیم. شکر اون یک 2 تا دخترک یک بچه یک دخترم به دنیا آورد. یعنی در یک حمل خود بقدر؟ نه 2 تا. 2 تا دخترک؟ نه یک بچه یک دخترک. یک بچه یک دختر کو ماشاءالله الله متعال. نامکشون چی موندی؟ نامکش حال ما خبرم نداریم در وطن است، در اونجا طرف انخوی است، خانه اونجا است، اینجا مسافر هستیم، ما چی دروغ بگوییم ما؟ یعنی هیچ پرسان هم نکردی که نام بچه و دختر چی خط است؟ نم تلفونا سعی چی نمیتن. ما مردم که هستیم قشلاقی هستیم دیگه در منطقه ما مردم سعی چی نیست، یک بیرون نبرای سربام نبرای. خب یعنی شما فکر کنین که نو رفتین خانه نه؟ بله. دخترک بچه که دیدین و چی صداش میکنین؟ بخیر این هر وقتی رفتیم اون باز پرسان میکنیم از مادرشان از دیگه بچه ها پرسان میکنیم. دوست داری که نامش چی باشه؟ چی دوست داری نام؟ هر چیز که بانه این دفعه در اختیار خانه ماندیم اون برادر جان سنگ هر چیز که نام بانه. اولادکای قبلی چی نام داشت؟ هر کدامش برادر جان یکش عالم نام داره یکش ظاهر نام داره. ماشاءالله ماشاءالله متعال. نیک سامل 8 تا شدیم به حساب این هم 2 تا میمان نو هم داریم شکر. شما را دیدم یاد شعر مولانا افتاد. جور باشه. میفهمی شعر مولانا چیز میگه؟ بگه ای خدا این وصل را اجران مکن، سرخوشان عشق را نالان مکن، باغ دل را تازه و سرسبز دار، قصد این مستان این بستان مکن، چون خزان بر شاخ برگ دل مزن، خلق را مسکین و سرگردان مکن. همینطور است. بله. خدا این اجران شما را به وصل مبدل کنه و این حالت شما را به غنا مبدل. بله هر چیز مقصد مراد دارین در مقصد مرادتان برسانه. الهی آمین. هر مریضی دارین خدا شفا بده در مریضیتان. هر مشکل دارین مشکلایتان خدای پاک به درگاه خودش قبول کنه حل کنه. آمین. جمع و شمع خیش را بر هم مزن، خیمه تو ساخر ای سلطان مکن. بله. خب خدا مشکلات شما را حل کنه پدر بزرگوار. و اینا رو هم جمع میکنین بعضا میفروشین؟ میفروشیم. حالی ما چند دانه است که جمع نصب کردی؟ بخیالم 9 دانه است. 9 تا دانه 40 لپه 9 40 چند میشه؟ 9 40 360 میشه همونطور. 360 9 40 360. خب 10 تا میبودونه 400. خب فکر که امیار من خریدم. تو کدام وقت شده که یک کس رایگان داده باشین؟ داده یا یگان وقت میکنه کمک میکنه شکر. ناشکری نمیکنیم. خب ما اینا را از پیشت میخرم هر جا که شما مستحق کسی را یافتین برای یگان دانه رایگان بتین انشالله. صحیح است؟ صحیح. حتی میتونین که خودتانم بگیرین اگر مستحق شدین. صحیح انشالله. تشکر جور باشین.
500 جور باشین 100 روپیه دیگه هم اضافه است. جور باشین، خدا قبول کنه شما را به مقصدتان برسانه. مریضی دارین خدا شفای عاجل بده. الله و اینی را به بچه‌کتان بتین 500 روان کنین. تشکر. خوش دخترکت ماند نه؟ دخترکتان هم بتم؟ این دخترکتان. جور باشین، تشکر. خدا برای شما هر چیز که هر مراد که داریم به مرادتان برسانه. مشکل دارین، مشکلاتتان خداوند مریض دارین خدای عاجل بده. و اینی 1,500 دیگه را شما چی کنین؟ یک توفی عادیه بسیار خوب بخرین روان کنین بعد فلکایتان. صحیح است؟ صحیح. یک بایسکلک روان میکنین. بایسکلک از طرف کاکاش. جور باشین. تشکر کاکا. باشین بخیر باشین. چیز پیام دارین؟ پیامونه برادر جان جوری، هر کس برادر جان سنگ برادر این ایتر برادر چی کار غریبی پیدا شوه یک نام برادر جان سنگ یک شرکت مرکدار آواز کنه. همونطور برادر مردم ایتر لالا شرکت خود شرکت مرکتش چی باشه؟ نه برادر کارا را برادر چالان کنه. تشکر از شما، ممنون. دوستان عزیز لینک ها مشاهده میکنین. ما یک باکس دیگر هم فعال کردیم، اون را حتما فشار بتین. سلام علیکم.